به خوبی میدانم که فرهنگ باید اولویت نخست کشورمان باشد. فرهنگ زبان اصلی انقلاب اسلامی و هنر زبان گویای مردمان سرزمین پارس است. تلاش خواهم کرد با کمک نخبگان فرهنگی و پاسداری از زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام راه را بر نفوذ فرهنگ بیگانه ببندیم. خواهم کوشید فارسی زبانان جهان را بار دیگر گرد هم آوریم و اتحادیه فرهنگی فارسی زبانان را تقویت کنیم. بر این باورم که جهان کنونی تشنه است، تشنه شنیدن پیام اسلام، تشنه شعر و ادب فارسی، تشنه خط و نقاشی و مینیاتور ایرانی